خدایا به حق اسماء حسنات این ساعت اجابت دعاست و این خانه توست و این منبر حبیب توست. پروردگارا اسلام عزیز در روی زمین غالب گردان و قانون قرآن را در تمام عالم حاکم گردان و دشمنای اسلام هلاک و زبون گردان و نقشه های شوم اونها را که برای محو و نابود ساختن اسلام میکشند چون نقش روی آب نابود و مزمحل گردان.